میگن امام صادق علیه السلام بود ظاهرا که یک بار فرمود ما با سردرد شماها سردرد میگیریم. یا عالم عشق، یا عالم خدایا چی میشه مگه ما باشیم اون قومی که میبینیم اون لحظه بزرگ رو؟ فقط به امید یه نیمه نگاه. خدای ما که با راهپیمایی 40 و امثالهم، خب کی به این مردم کی پول دادن گفتن بیاید اینجا بشینید؟ بابا خوابشو ول کرده، زندگیشو ول کرده. یا عالم عشق، یا عالم فقط به امید یه نیمه نگاه. درست شمشیر بیخه گلومون قرار نگرفته مثل مردم عراق و سوریه و یمن و امثالهم، اما عقلا مضطریم، با هیچی خدایا راضی نخواهیم شد. بازم یه گدا به خونه سلطان آورده پناه. سقف خونه هامونو طلا کنیم راضی نمیشیم. اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا و کثرت عدونا و قلت عددنا. این صاحبنا پایینه که هیچی نداره غیر گناه. این بقیت الله، این طالب به دم المقتول به کربلا. این عیدها برای من آقا نمیشه. شب با چراغ عاریه فردا نمیشود. همه ی حرف ما امشب این